آفرین پسر. خیلی عالی. برو وایسا اون رو. کف دست راستتو پرس کن بلند شو. انگار از رو مبل میخوای بلند شی. آفرین. خیلی خوب. برو دارمت. آن راستی میخواستم یه شب که اومدی سالن کشتی با هم دیگه کشتی بگیریم. همون میخواستم الان بگم کشتیگیر بودم ولی من چون از بچگی یه مقدار پلیسی بودم سمت رزمی و اینا از من دیگه کشتیگیر هیچ وقتم سمت کشتی نرفتم. یه جایی سر کله‌ای که داشتم اصلا سمتش نرفتم. درسته. حالا علاقه از یه جایی علاقه‌مند شدم و میترسم برم سمتش. هیچی بلد نیستم. دفعه ما رو یاد میگیری. خب کشتیگیر نیستم. فکر کردم کشتی هم میگرفتی. جمعش کن فیکسش کن. تو فیکسش کن دستش برداشته میشه. ولی کاش میرفتم رضا دیگه به کلاهک رسیدی. من فکر میکنم بشین فیکسش کن. فیکس رضا بشین با خیال راحت. آفرین پسر. این چی شد چرا رفت؟